آمدیم نحوه دیپوزیت در اوپو تریدر امروز بررسی میکنیم که چگونه با او شکل میشه. در ابتدا شما میتونید از طریق کامپیوتر لوگین شوین یا که از طریق اپ استور یا گوگل پلی میتونید اون را اوپو را در تلفن های خود دانلود بکنین اپش و از طریق هم میتونید داخل شوین. در ابتدا میایم از طریق کامپیوتر داخل میشیم، ایمیل اینجا نوشته میکنیم، پاسورد و اینجا میتونید که remember me میشه که همیشه شما میتونید آف بکنین. پس به همین صورت برای فعلا میریم داخل اوپو تریدر میشیم. خب این اوپو تریدر ما باز شد. در قسمت میایم دیپوزیت انتخاب میکنیم، آن چنل و از طریق ماسترکارد، ویزا کارت یا بانک ترانسفر هم اینجا میشه که شما در اینجا انتخاب بتین، هیچ مشکلی نداره. ولی همیشه از طریق TRC20 است بهترین گزینه در بخش کریپتوکارنسیز یا ECD اگه شما انتقال میتین. در بخش فورکس همچنان میتونه. بعدش دیپوزیت انتخاب میکنین. دیپوزیت وقت انتخاب شد آن چین شما در اینجا یک کد برای شما میده و به راحتی میتونین توسط تلفن اسکن بکنین یا کاپل لینکش بگیرین و طرف مقابل روان بکنین. به همین راحتی میشه که دیپوزیت انجام دادین. پس امروز باز نمیکنه به خاطر که روز یک شنبه است، به مخاطر ای اوپو تریدر هم تعطیل است. دیگه منتظر باشیم تا روز دوشنبه.